بحث دیگه ای که حالا مطرح شد بحثای گاورن یا حاکمیتیه که توی فریمورک‌های جدید مطرح هست و اون وظایفی که در واقع باید به صورت سازمانی بهش پرداخته بشه و در واقع امنیت فقط صرف یک واحد سازمانی نبینه. کارگاهی که ما شرکت کردیم و ارائه‌ای که اینجا دادم چالش جداسازی بین اوتی و آیتی بود. مدلایی که اینجا مطرح شده تو دنیا رو بررسی کردیم، همگرایی، واگرایی و در واقع ایزوله کردن و اینترفیس سازی رو توضیح دادم. نگاهی که شرکت‌ها و استانداردها به این معقوله دادن. توضیح دادم که چرا وب اپلیکیشن فایروال ها دسته اختصاصی از فایروال ها هستند با توجه به کاربرد زیادی که داره. چرا وقتی یه سازمان بزرگ هست حملات دیداس رو نمیشه با یک دستگاه خیلی پرتوان گرفت.